نجات بخشان ایرانی خبر دادند که متاسفانه بر اثر سقوط چرخبالی که رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان سوار آن بودند کسی زنده نمانده است. رهبر سازمان هلال احمر ایران پیرحسین کولیوند صبح 20 مای سال 2024 در تلویزیون دولتی گفت نجات بخشان در محله سقوط هواپیما کسی را زنده پیدا نکردند. در این هواپیما پرزیدنت ایران ابراهیم رئیسی، وزیر خارجه حسین امیر عبداللهیان، والی استان آذربایجان شرقی ملک رحمتی و آیت الله استان تبریز علی هاشم سوار بودند. تلویزیون دولتی ایران او با هوای بد را سبب صدمه نامید. چرخبال پرزیدنت عصر 19 مای در یک جنگلزار در منطقه تقریبا دستنورس کوهستانی در نزدیکی شهر جولفا که در روبروی شهرک همنام جولفای آذربایجان جایگیر شده است سقوط کرد. طوفان غوث و در نتیجه صدمه از کار ماندن دستگاه‌های مخابراتی جستجوی چرخبال را مشکل ساخته بود. هیئت رسمی ایران در 3 چرخبال از استان آذربایجان شرقی ایران به تبریز برمیگشت. رئیسی صبح 19 مای همراه پرزیدنت آذربایجان الهام علیف در مراسم افتتاح سده آب قلعه دختر در رود مرزی عرکس اشتراک داشت. 2 چرخبال دیگر بدون آسیب به فرودگاه تبریز رسیدند. در این چرخبال ها چند مقام بلندپایه از جمله وزیر انرژتیک علی اکبر مهرابیان و وزیر راه ایران مهرداد بزرگپوش سوار بودند. ابراهیم رئیسی 63 سال داشت. او در پی پیروزی در انتخابات پرزیدنتی سال 2021 به مقام رئیس جمهور ایران رسید. رئیسی قبلا رهبری قوه قضاییه را در دست داشت. بر اساس قانونگذاری ایران در صورت مرگ رئیس جمهور صلاحیت او به نایب اولش انتخاب داده می شود. حالا نایب اول رئیس جمهور ایران محمد مخبر دیسفولی است. او 69 سال داشته سال 1955 در شهر دیسفولی استان خوزستان در غرب ایران به دنیا آمده است و در گذشته در سالهای جنگ ایران و عراق در قسم طبی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت کرده است. محمد مخبر قبلا برای نقشش در برنامه هسته‌ای ایران تحت تحریمات بین المللی قرار گرفته بود. او همچنین عضو هیئتی بود که سال 2022 به مسکو آمده قرارداد فروش درون‌های ایرانی را با روسیه به امضا کرد. بر اساس قانونگذاری ایران اکنون یک شورای عبارت از نایب اول رئیس جمهور، رئیس پارلمان و رهبر قوه قضاییه جمهوری اسلامی باید در ظرف 50 روز آینده سند انتخابات جدید پرزیدنتی را مقرر کنند. ایران صاحب چرخبالای زیاد است ولی تحریمات بین المللی خدمت رسانی و ترمیم آنها را مشکل کرده است. فلوت هوایی ایران اساساً از دوران تو انقلابی اسلامی سال 1979 به میراث مانده است و اکثرا از هواپیماها و چرخبالای خیلی کونه و فرتوت عبارت است.